همکنون یک برف خفن در قاین. همکنون شب همچنان داره برف میباره و جیکی از بیمارستان در حال برگشت. همکنون شهر اشباه، اینجا قاین میباشد. یک شب برفی. جیکی برای گرفتن فیلم در شهر کیلومترها در حال راه رفتن میباشد. این مکان خفن مکانی است در کنار قبرستون یا همون امامزاده زید. خیلی خوب، اینجا تو شهر همچین نمایی داره. تقریبا 3 سانتی متر برف اومده تا ساعت 8 شب. عجب برف نایسی. همکنون قاین 6 بهمن ساعت نزدیکای 8 شب، مسجد جامع اسبق. عجب ویوی داره توی شب برفی. های های.